سلام بچه، امروز میخوایم نون بربری فانتزی درست کنیم. اینم از موادی که نیاز داریم. خب حالا 500 گرم آرد رو توی ظرف میریزیم، 20 گرم شکر، 10 گرم نمک و 10 گرم مخمر به اضافه 60 گرم کره اضافه میکنیم بهش و خیلی آروم مواد رو با هم مخلوط میکنیم. نمک رو در صورت که دوست داشته باشید میتونید یک مقدار بیشتر اضافه کنید به موادتون. بعد از اون آب رو اضافه میکنیم. البته آب رو کم کم میریزیم که موادمون شل نشه و یه خمیر لطیف و یک دست به دست بیاد. همین ترتیب ادامه میدیم و مواد رو با هم دیگه مخلوط میکنیم. بله، اینجا کل آب رو میریزم و فرض میدم. اینجا باز نیاز به فرض دادن بیشتر داره. خمیرمون یک دست بشه. خب حالا کف ظرف رو یک مقدار چرب میکنیم، خیلی کم، و به این شکل حالا خمیر رو داخل ظرف میذاریم. روی سطح خمیر رو هم یک مقدار روغن میزنیم و همه جای خمیر پخش میکنیم و بعد از اون یک پارچه تمیز یا نایلون روی خمیر میذاریم و به مدت 30 دقیقه تو دمای محیط اجازه میدیم استراحت کنه. اینجا خمیر آماده است. اونو به 2 قسمت تقسیم میکنیم. این قسمتش رو بر میدارم و کنار میذارم. ما بقیه خمیر رو پهن میکنم. حالا میخواد با وردنه باشه یا با دست. روی سطح خمیر رو با نوک انگشتامون اینجوری به این شکل در میاریم و بعد کنجد میپاشیم. الان مجددا این خمیر ما، در واقع نون ما، نیاز داره که 45 دقیقه دیگه تو دمای محیط استراحت کنه. اول انتقالش میدیم به سینی فر و بعد روی اون رو میپوشونیم. میریم واسه 45 دقیقه استراحت. بعد از اون تایم اون رو توی فر میذاریم به مدت 15 دقیقه دمای 180 درجه و نون بربری ما آماده است. چقدر خوش رنگ. نوش جان.